میخوام یه سالاد خیلی خوشمزه و ساده بهتون یاد بدم. چند تکه سینه مرغ رو به دلخواه خودتون خورد کنید. توی قابلمه بریزین. آب اضافه کنین و با یه پیاز خورد شده بذارین تا بپزه. زردچوبه، نمک و فلفل بهش اضافه کنین. قارچ‌ها رو بشورین. اونم به دلخواه خودتون خورد کنید، هر اندازه‌ای که دوست دارید. قارچ‌ها رو توی مایتابه می‌ریزیم و بدون اینکه بهش روغن اضافه کنیم میذاریم روی شعله گاز و تفت میدیم. چند تا دونه خیارشورم به دلخواه خودمون خورد میکنیم. توی کاسه بزرگ خیارشورا رو میریزیم. قارچ رو اضافه میکنیم و سینه مرغ پخته شده و میریم سراغ آماده کردن سسش. 2-3 قاشق سس مایونز، نمک، فلفل، سس سیر و 1 قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک. سسمون رو کامل هم میزنیم و به سالادمون اضافه میکنیم. حالا یه سالاد خیلی خوشمزه داریم. اگه چنل منو نداری ممنون میشم که حمایتم کنی، سابسکرایب کنی، این ویدیو رو لایک کنی و نظر قشنگتو برام کامنت کنی. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.